چند وقت پیش داستانی برای من به وجود اومد و من رفتم بعد میفهم دادگاه. رفتیم دادگاه و ساعت 11 صبح استرس فلانی حرفا، منم به هیچ کس نگفته بودم. آقا ما رفتیم تو 11 و 2 دقیقه در دادگاه رو زدن و در باز شدم. شهاب اومد تو. شهاب اینجا چیکار می‌کنی؟ شما هم دادگاهی دارین؟ گفتم ندارش ما، ولی تو مگه تو تنها میذارم من؟ خودش متوجه شده بود بدون که به من بگه اومد و تا آخرین دقیقه دادگاه 1 ساعت و 2 ساعت اونجا نشست و اونجا اصلا من فهمیدم چه لذتی داره این رفاقت، این پشت هم بودنه، صنف بودنه و کیف کردم و دمت گرم. مرسی شهاب. اگه در شرایط سخت هوای رفیقتو داشتی اون موقع رفاقته. رفاقت یعنی که تو هوای دیگری رو داشته باشی، هوای اون یکی رو داشته باشی و اون هوای تو رو داشته باشه، به دادش برسی، دستش رو بگیری. وگرنه رفاقت تو خوشی که هنر نیست. اگه تو سختی هوای همدیگر داشتی، حال رفیقتو پرسیدی، به فکرش بودی، اون مهمه. حسن آقا جان. به شانس اعتقاد داری؟ بله. چند درصد؟ زیاد. آید اپیزود شما چی؟ نه زیاد به شانس اعتقاد ندارم. مرجع من اعتقاد دارم. به شانس؟ بله زیادم اعتقاد دارم. امیرعلی؟ بله. امید؟ نه تلاش خیلی. تلاش و پشت کار. شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش میکنه. 2 پایان همه چیز خوب. اگر پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش نیست. ازدواج کردین؟ نه، چرا؟ چون قبلا تا سن 24-5 سالگی خواستگار داشتم، ولی از 24-5 سالگی به بعد دیگه نه. دیگه مخصوصا دیگه وارد این حرفه که شدم دیگه اصلا. از 24-5 سالگی چه اتفاقی افتاد؟ یه قطع شد اصلا. بله. چی شد؟ نمیدونم ولی چون زشتم. نه چی شد زن علی شدی؟ نمیدونم یه هایی شد چیزی که بهم گفت و خیلی حالا دیدی بقیه آدما دغدغه‌هاشون چیزای دیگه است، ولی خب به من گفت 60 سالگی میخندونمت. رفته بهش گفته من زنم شو، من تا 60 سالگی میخندونمت. اونم گفته بله.